تظاهرات امروزی ما به خاطر ازی بود که ما از نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان درخواست داشته باشیم، به خاطر صدای ملت افغانستان، به خاطر صدای زنان افغانستان، به خاطر سلب آزادیشان، به خاطر سلب حق و حقوقشان، به خاطر سلب آموزش پرورششان. دروازهای مکتب بسته هست، دروازهای دانشگاه دولتی بسته هست. ما بر یک یعنی یک موضوع مشخص نداشتیم. جامعه جهانی باید صدای ما را بشنوه. سازمان ملل که یک نهاد هست که همه صدای کشورها را میشنوه، به او خاطر ما دادخواهی کردیم، به خاطر از اینکه سازمان ملل بتانه. چرا سازمان ملل در قبال افغانستان سکوت اختیار کرده؟ چرا همه جهان سکوت اختیار کرده؟ این چی معنا هسته؟ شما صدای ما را بیاین بشنوین. ما روزهاست در جاده ها میبراییم، صدا بلند میکنیم. ما تحت تاثیر فشار وحشت طالب قرار گرفتیم. به خودم به خصوص 2 دفعه چندین دفعه گاز اشکاوت سرم استفاده شده. نیروی نظامی خیلی حالت وحشیانه را همه ما دیدیم. ما به خاطر دادخواهی، به خاطر عدالت تظاهرات کردیم.